طبیبان بیمارستان جمهوری کلینیکی بیماری‌های کودکان در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه بختاور مقصود اللایف یک نورس از تاجیکستان را نجات دادند. بیماری قلب می توانست این نورس را دچار مرگ کند. بیماری قلب در بدن بختاور هنوز زمان تولدش آشکار شده بود، ولی اون وقت طبیبان به این اهمیت ندادند. حالا این نورس به سن 14 رسیده است. بیماری در طول سالها بدون طبابت اوج گرفته است. درباره معالجه این نورس تاجیک روز 23 آگوست سال 2023 شبکه تلویزیونی تاتارستان 24 گزارش داد. در گزارش گفته می شود که بعد 3 روز انجام جراحی طبیب جراح بار اول فقط برای شنیدن صدای قلب بختاور وارد حجره او شد. به گفته طبیبان طی 3 روز اول بعد جراحی بیماری قلب می تواند به بدن بیمار برگردد. خود بختاور اولش تا جراحی را چنین قصه می کند: من در قسمت پشت سرم درد را احساس می کردم، چشمانم هم درد می کردند. اون وقت فهمیدم که فشار خون من خیلی بالاست، قریب 170 است. برای مقایسه فشار خون در سن 14 باید 120 به 80 باشد. طبیبان چنین بالا رفتن سطح فشار خون این نورس را به آن ربط میدهند که عضو اساسی بدن او یعنی قلبش به اعضای از کتف پایان بدن او خون را انتقال نمیداد و آن همه در قسمت سر بختاور در مونده جمع می شد و به سر و چشم او فشار می آورد. طبیب ردیز گرایف می گوید درد اندکی به وجود آمد، ولی در بین همگی چند ساعت گذشت. 1 روز بعد جراحی بختاور الکی به آسانی رو می گشت. گفته می شود که به حیات این نورس دیگر خطری تهدید نمی کند و او روز 23 آگوست از بیمارستان رخصت شده به وطنش برمیگردد، ولی به گفته طبیبان او باید برای تشخیص‌های دیگر باره باز به بیمارستان قزان برگردد.